أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 18 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 19 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع عشر، یعنی درس 19. در این درس 19 صاحب کتاب به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو برای حفظ کردن ما و شما پیشکش میگرداند. این کلمه ها این هست که میگوید لحمون. لحمون یعنی گوشت. لحم گوشت، این مفرد است. جمعش میشود لحومون، یعنی گوشت ها. لحومون گوشت ها. بعد از این میگوید زمیلون. زمیلون یعنی همدرس، همکورس، همصنف. جمعش میشود زملاء، یعنی همکورس ها یا همصنف ها یا همدرس ها. اکنون دقت بتید که زملاء تنوین را قبول نمی کند، زیرا اینکه زملاء اسمی غیر منصرف است. زملاء اسمی غیر منصرف است. سببش در آن است که در آخرش الف ممدوده زائده دارد. زملاء، از این حساب این تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید مع. مع یعنی همراهی. بعدش میگوید قلیل من، کم از، یعنی گپ دوام دارد. قلیل من یعنی کم از. سخن را پره میارد. این سخن، این عباره را میگوید قلیل من الخبز، یعنی کم از نان. قلیل من الخبز یعنی کم از نان. بعد از این میگوید کرتون. کرتون یعنی توپ. توپی که فوتبال بازی کرده می شود. جمعش جمع مؤنث سالم بوده است، می شده از کراتون، یعنی توپها. بعد از این میگوید لا تلعب، بازی نکن. در اینجا معلوم شد که لا لای ناهیه است، لای بازدارنده، لای منع کننده. لای بازدارنده، لای ناهیه، عملش همین است، کارش همین است که آخر فعل ساکن میکند. چطوری که بیره دیده استودید که ساکن کرده است. لا تلعب یعنی جزم میکند آخر فعل را. لا تلعب یعنی بازی نکن، تو باز میداری، منع میکنی. لا تلعب، بازی نکن تو پسر. وقتی دختر باشد میگوی لا تلعبی، یعنی بازی نکن تو دختر. این تلعبی در اصل تلعبی نبود، نون داشت. این لا آخرش به سبب جزم کردن نون از بین برد و شد لا تلعبی، یعنی بازی نکن تو زن، تو دختر. این یا گفتیم یای نامش یای مخاطبه مؤنث هست. اکنون این بود کلمه های نوی درس 19. بگذاریم به حوار درس 19. میبینیم صاحب کتاب چه گفتگوی، چه حوار برای ما و شما تقدیم میگرداند. از این کلمه هایی که حالا خواندیم و از کلمه هایی که در درس های گذشته خوانده بودیم، میگوید هذا اخی، یعنی این برادر من است. هذا اخی، این برادر من است. هؤلاء اخوتی،
اینها برادرهای من است. تلک اختک، آن خواهر تو است. تلک اسم اشاره برای بعید است، برای دور. هذا اسم اشاره برای قریب است. تلک اختک یعنی وی خواهر تو است. اولئک اخواتک، ویها خواهرهای تو هستند. اولئک اسم اشاره همچنین برای بعید است، مذکر و مؤنثش یک خیل می آید. اولئک یا ها اولائی همچنین مذکر و مؤنثش یک هست. بعد از این میگه ابنی الکبیر یلعب مع اخیه بالکرة، یعنی فرزند بزرگ من، فرزند بزرگیم، یلعب بازی میکند، مع اخیه یعنی همراه برادرش، بالکرة یعنی با توپ. اکنون دقت بتید، ابنی این یا ساکن بود، این یا را ما به خاطر چی فتحه دادیم؟ این فتحه یا فتحه عارضه است، یعنی فتحه اصلی نیست. به سبب التقاء ساکنین ما را فتحه دادیم. اصلش ابنی یا ساکن بود، لام را ببینید ساکن است، بین یا و لام التقاء ساکنین شد، پس یا را ما فتحه دادیم. ابنیل، ابنیل کبیر، کبیر صفت ابن است. ابنیل کبیر یلعب مع اخیه بالکرة، فرزند بزرگم بازی میکند همراه برادرش با توپ. اخیه برادر وی یعنی برادری فرزندم، بالکرة با توپ. اکنون میگوید ابنک الصغیر یجلس فی الحجرة على المقعد و یشرب الشای بالسکر، یعنی فرزند خردی تو می نشیند در حجره، در کمنته، علی المقعدی بر بالای نشستگاه، و می نوشد چای را با شکر. ابنک الصغیر، صغیر صفت ابن هست. ابنک الصغیر پیسر خردیت یا پیسر خردی تو، یجلس فی الحجرة می نشیند در حجره، علی المقعدی بر بالای نشستگاه، بر بالای جای نشست، و یشرب الشای می نوشد چای را، بالسکری یعنی با شکر. بعد از این میگوید بنت ولی تلمیذتون، بنت ولی تلمیذتون یعنی دختری ولی، ولی نام مرد است، دختری ولی طلبه هست. تلمیذتون شاگرد است، طلبه است. دختری ولی شاگرد است، طلبه است. بعد از این میگوید بنات ولی تلمیذاتون، یعنی دختران ولی طلبه ها هستند، دختران ولی شاگرد ها هستند. بعد از این میگوید دخل تلمیذ الحجرة و اخذ کتابه ثم خرج و ذهب الى زمیله، یعنی داخل شد، در آمد شاگرد در حجره و گرفت کتابش را، بعد برآمد و رفت به سوی همدرسانش، همکورسانش. دخل تلمیذ یعنی در آمد شاگرد، الحجرة در حجره، مفعول به دخله، و اخذ کتابه و گرفت کتابش را، کتابه مفعول به اخذه، و اخذ کتابه و گرفت کتابش را. این هو برمیگردد به تلمیذ، یعنی گرفت کتابش را، همون تلمیذ، همون شاگرد. ثم خرج بعد برآمد، فاعل خرج هو است، برمیگردد به تلمیذ. همچنین اخذ، اخذ کتاب، اخذ هم فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به تلمیذ،
گرفت. کی گرفت؟ شاگرد گرفت. چی را گرفت؟ کتابه، کتابش را گرفت. ثم خرج، بعد برآمد. کی برآمد؟ التلمیذ، شاگرد برآمد. پس فاعل خرج همچنین تلمیذ است. و ذهب، و رفت. فاعل ذهب همچنین تلمیذ است. ذهب هو، یعنی هو برمیگرد به تلمیذ. الى زمیله، به سوی، به طرفی زمیله همدرسش، به سوی همکورسش. بعد از این میگوید ابوک دخل القاعه، یعنی پدری تو در آمد در زل. ابوک دخل القاعه، پدری تو در آمد در زل. ابوک در اینجا مبتدا است و دخل القاعه جمله فعلی، این خبر مبتدا است. بعد از این میگوید امک خرجت من ساحت داری، یعنی مادری تو بیرون شد از صحن حولی. امک، مادری تو، خرجت، این تا تای تانیث است، پس معلوم شده که برآمدگی زن هست. خرجت یعنی هی برمیگرده به به مادر. برآمد مادری تو من ساحت داری، از صحنه حولی، از اطراف حولی. بعد از این میگوید اختی کتبت درس، یعنی خواهر من نویس درس را. کتبتی، این کسره که میبینید کسره عارضی است، کسره اصلی نیست. اینجا التقاء ساکنین شد و ت را کسره دادیم. اختی کتبت درس، خواهر من نویس درس را. بعد از این میگوید اخوه شرب اللبن، برادر وی نوشید شیر را. شریبه فاعلش هو برمیگرد به اخو. اخوه مبتدا، شریب اللبن جمله فعلی خبری مبتدا. جمله فعلی در محل رفع خبری مبتدا. میگوید که در دوامش که لا تلعب هنا بل اخرج من هنا الى الساحه والعب فیها. یعنی چی؟ یعنی لا تلعب، نگاه کردیم که آخرش ساکن کرده است، پس معلوم شد این لا لای ناهیه است. این لا لای ناهیه است، یعنی باز می‌دارد، منع می‌کند. میگه لا تلعب یعنی بازی نکن. هنا اینجا، بل خروج، اصل بل بود. این لام دا که کسره می‌بینید بلیخ، این لام کسرش کسره عارضی است بسبب التقاء ساکنین. لام ساکن و خ ساکن و لام رو کسره دادیم، بلیخ میگیم. بلیخ خروج، بلکی بیرون شو. بل حرف اضراب، بلکی بیرون شو. من هنا از اینجا، الى ساحتی به طرف صحنه. الى ساحتی یعنی به طرف صحنه، به طرف صحنه حولی. ولعب فیها و بازی کن در آنجا. ولعب همزه وصل کس در اینجا نمیخونیمش، نمیگیم و العب. و العب غلط است، میگیم ولعب یعنی بیخون و بازی کن. فیها در آنجا، یعنی در ساحه، در صحنه حولی. لا تلعب هنا بل اخرج من هنا الى الساحه ولعب فیها. بازی نکن اینجا بلکه بیرون بشو از اینجا به طرف صحنه حولی و بازی کن در آنجا. در دوامش میگوید که اکلت قلیلا من الخبز و شربت معه قلیلا من اللبن، یعنی خوردم کمی از نان. اکلتو قلیلا من الخبز، خوردم کمی از نان. و شربتو نوشیدم معه یعنی همراهش. همراه چی؟ همراه خبز، همراه نان. و نوشیدم همراه نان قلیلا من اللبن، کمی از شیر. کمی از شیر همراه نون میگد نوشیدم. اکلت قلیلا من الخبز و شربت معه قلیلا من اللبن، خوردم کمی از نان و نوشیدم همراهش کمی از شیر. یا ولدو، ای پسر، ای بچه. یا ولدو، یا حرف ندا، ولدو منادا، اسم مفرد که بود آخرش مبنی علی الضم کرد. یا ولدو العب، العب بالکرة مع زملائک،
میگه که ای پسر، ای بچه، العب، بازی کن، فعل امر هست، بازی کن بالکرة، با توپ، مع زملائک، همراهی همدرسانت، همراهی همکورس هایت. العب بالکرة مع زملائک، یعنی بازی کن با توپ همراهی همدرسانت. بعد از این میگوید لا تشرب ماء باردا ولا تأکل خبزا سخینا، یعنی که لا تشرب، معلوم شد که لا ناهیه است، باز داشته ایستاده است، منع کرده ایستاده است. میگه لا تشرب یعنی ننوش تو مرد، ماء باردن، آبی خنک، ننوش تو آبی خنک. ماء مفعول به تشرب است، باردن صفت ما است، یعنی آب را خنک ننوش. ولا تأکل خبزا سخینا، و همچنین نخور تو میگد نان جوش، نان گرم. ولا تأکل، خبزا مفعول به تأکل و سخینا صفت خبز، جوش. میگد که لا تشرب ماء باردن ولا تأکل خبزا سخینا، ننوش آب خنک و نخور نان گرم. پس این هست حوار درس 19. با این گفتگو و حوار درس 19 همچنین به پایان رسید و تا درس آینده یک شما را به الله تبارک و تعالی مسپارم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.